فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبرد و بر ماهواره نایل سات وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. و بگو حق آمد و باطل نابود شد، بیگمان باطل نابود شدنی است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با اولین قسمت از برنامه بتشکن در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که در این برنامه به متابعت از ابراهیم بتشکن علیه السلام و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که بت‌های کفر، شرک و ضلالت و گمراهی را در هم شکست، ما نیز سعی خواهیم کرد به پیروی از بتشکنان تاریخ، انبیاء الله و صالحین و اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که بت‌های شرک، کفر، هوا و هوس و گمراهی و ضلالت را در هم کوبیدند، در این برنامه نیز بت‌هایی از مشرکان و کفار و کسانی که به دروغ خود را منتسب به اسلام می‌دانند را بشکنیم. بت‌هایی که بجز از الله سبحانه و تعالی و در کنار الله سبحانه و تعالی پرستیده می‌شوند. بت‌هایی که نمادهایی از شرک، کفر و گمراهی هستند. اولین برنامه این سری برنامه بتشکن رو با موضوع امام زمان آغاز می‌کنیم. یکی از بت‌های بزرگی که دشمنان اسلام در کنار الله متعال ساختند و اختیارات الله سبحانه و تعالی را به این بت گمراهی و ضلالت واگذار کردند. بتی که در کنار الله سبحانه و تعالی پرستیده می شود، بتی که مانند مشرکین زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از این بت حاجات خواسته می شود، بتی که رزق و روزی و مدد و همه چیز رو به اون نسبت میدن. قبل از اینکه به اصل موضوع بپردازیم و تفاوت‌های این بت را با اون حقیقتی که در دین مبین اسلام وجود داره خدمت شما عزیزان بیان بکنیم، لازم است به نکته اشاره بکنم و آن این که دشمنان اسلام همیشه سعی کردند که در کنار مقدسات اسلام مقدسات ساختگی برای خودشون بسازن. اگر الله سبحانه و تعالی کعبه معظمه و بلد الحرام و مکه مکرمه را قبلگاه مسلمانان ساخت و آن را شهری مقدس و پربرکت نامید، دشمنان اسلام آمدند و کربلا و نجف و مشهد و شابدالعظیم و سخیجان و هزاران بت‌های دیگری ساختند که به غیر الله سبحانه و تعالی آن را می‌پرستند. اگر الله سبحانه و تعالی پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و انبیاء الهی را قدر و منزلت داد و آنها را بهترین انسانها قرار داد و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را سید اولاد آدم خواند، مشرکین و بتپرستان و دشمنان اسلام آمدند و بت‌های 12 گانه و 13 گانه‌ای درست کردند و آنها را ائمه اهل بیت نامیدند و آنها را در کنار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به آنها مقام‌های آنچنانی دادند و حتی در کتاب‌های خود
به آنها خاصتا به سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه صفاتی رو دادن که حتی او را بالاتر از پیامبر و بالاتر از انبیاء اولوالعزم الهی قرار دادن. یکی از موضوعاتی که خیلی مهم هست و ما سعی کردیم اولین برنامه رو به اون اختصاص بدیم و انشالله من فکر کنم شاید 2-3 قسمتی از این برنامه رو ما در این مورد صحبت بکنیم، قضیه امام زمان هست. ما در دین مقدس اسلام پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح می‌فرمایند که لو لم يبقى من الدنيا الا يوم لبعث الله تعالى فيه رجلا من اهل بيتي يواتئ اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي يملأها عدلا كما ملئت جورا. اگر که از دنیا فقط یک روز بیشتر باقی نمانده باشد، الله سبحانه و تعالی مردی را میفرستد از اهل بیت من که اسم او اسم من است و اسم پدرش هم اسم پدر من، همان گونه که دنیا پر از ظلم و جور شده هست، دنیا را پر از عدل و داد می کند. این روایت در ابن ماجه، مسند امام احمد، المعجم الاوسط، سنن ترمذی، سنن ابو داود و بقیه کتب اهل سنت به الفاظ مختلف ذکر شده و جز اعتقادات اهل سنت این است که در آخر الزمان مردی می آید که بر دین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است و از قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیروی می کند و دنیا رو پر از عدل و داد می کند و در مقابل ظالمان و زورگویان و کفار و مشرکین قیام می نماید. طبق عادت همیشگی دشمنان اسلام آمدن کنار این شخصیت حقیقی یک شخصیت ساختگی و مزور دیگری ساختن که خیلی از اختیارات الله سبحانه و تعالی را طوری که گفتم به این شخص دادن و این شخص رو امام زمان نامیدن و او رو مهدی موعود میگویند. این مهدی موهوم که در حقیقت شخصیت ساختگی توسط دشمنان اسلام غیر از آن مهدی حقیقی است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این حدیث مبارک به اون بشارت دادن. در اولین قسمت این برنامه می‌خوایم برای روشن کردن بینندگان عزیز گرامی اهل سنت و خاصتا برادران و خواهران شیعه ما، برادران و خواهران شیعی که به دنبال حق جویی هستند، به دنبال حقیقت هستند، هر چیزی رو، هر سخنی رو از هر کی شنیدن بدون دلیل و برهان باور نمی کنند. برادران و خواهران شیعه عزیز ما که جز بندگان صالح الله سبحانه و تعالی هستند که الله سبحانه و تعالی با آنها بشارت میده که فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بشارت بده به اون بندگانم که سخنان را میشنوند و از بهترین آنها پیروی میکنند. به اون برادران و خواهران شیعه که خسته شدن از دروغگویی، از تلبیس، از خیانت آخوندهای رافضی که در طول تاریخ با عزت، ناموس، شرف، عقیده، احساسات و عواطف برادران و خواهران شیعه ما بازی کردند. آنها همیشه وقتی که در مورد مهدی صحبت میکنن، در مورد امام زمان صحبت میکنن، البته امام زمان ساختگی خودشون دلیل میارن، میگن که اهل سنت هم نمیدونم 60 کتاب و 70 کتاب و 80 کتاب در مورد مهدی صحبت کردن، روایت های آوردن و ادعا میکنن که اهل سنت هم به همون مهدی باطلی که اونا بهش اعتقاد دارن به همون مهدی اعتقاد دارن. اما حقیقت این است که مهدی ما اهل سنت، مهدی مسلمانان واقعی غیر از آن امام زمان ساختگی و خیالی است که دشمنان اسلام برای ضربه زدن به اسلام ساختند. اگر امروز مهدی موعود ظهور بکند، اگر امروز مهدی موعود انقلاب بکند، اولین کسانی که به مبارزه برخواهند خواست علیه این مهدی حقیقی همین کسانی هستند که امروز خودشونو شیعیان مهدی میگن، پیروان مهدی میگن و همیشه ادعا میکنن که امام زمان به داد و فریاد آنها رسیدگی میکند. ما انشالله سعی خواهیم کرد در این برنامه و انشالله برنامه‌های بعدی در مورد تفاوت‌ها بین امام زمان ساختگی شیعه و مهدی موعود اهل سنت صحبت بکنیم. سپس شباهت‌هایی که بین مهدی شیعه یا امام زمان ساختگی شیعه و مسیح دجال یهودیان وجود داره اونم انشاءالله بیان خواهیم کرد.
دوستان عزیز اگر لطف بکنن تصویر لپتاپ من رو نشون بدن، ما در این برنامه سعی میکنیم که این تفاوت‌ها رو با هم مرور بکنیم تا هر موقعی که کسی به شما گفت که در کتب اهل سنت هم روایت‌هایی وجود داره و احادیثی وجود داره که دال بر وجود مهدی یا امام زمان ساختگی روافض هست، شما این تفاوت‌ها رو در ذهن داشته باشین تا بتونین جواب این شبهات رو بدین. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع می‌کنیم به اولین تفاوت‌هایی که بین این دوتا مهدی وجود داره. مهدی یا امام زمان شیعه محمد ابن حسن است که در کتاب‌هایشون میگن که جز کافر کسی اونو اسم نمیبره، یعنی هر کس که اسم امام زمان رو ببره در مذهب شیعه این انسان کافر است. در کافی جلد 1 صفحه 333، الامام و تبصره صفحه 117، بهار الانوار جلد 34 صفحه 51، وسایل شیعه جلد 16 صفحه 338. اما مهدی اهل سنت اسمش هست محمد ابن عبدالله و هر کس هم که اسمش رو ذکر بکنه اونو به اسمش صدا بزنه هیچ اشکالی نداره و کافر نمیشه. این یکی از تفاوت هست. تفاوت بعدی اینه که چون مهدی شیعه یک مهدی ساختگی است، امام زمانشون یک امام زمان ساختگی است، به خاطر همین میگن دروغ و حافظه نداره. هر مؤلفی، هر آیت الله حجت الاسلامی اومده برای اون یک سال تولد ساختگی درست کرده و تفاوت‌های فراوانی وجود داره. میگن که در سالهای 254 255 256 257 258 به دنیا آمده. بعضیشون هم میگن به دنیا نیامده، بعضی‌ها میگن به دنیا آمده و اختلاف‌های زیادی وجود داره که اینو در بهار الانوار جلد 1 صفحه جلد 2 صفحه 51 و صفحه 38 میتونید ملاحظه بکنید. اما مهدی ما اهل سنت تا حالا به دنیا نیامده بلکه در آخر الزمان به دنیا میاد. تفاوت بعدی، امام زمان شیعیان یک مجرم جنایتکاری هست که دشمنی شدیدی با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب ایشون داره. به طور مثال وقتی که میاد، حالا طوری که ادعا میکنن، ابوبکر و عمر رو به صلیب میکشه و عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها همسر گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو حد میزنه. شیعه اعتقاد دارن طبق اعتقاداتشون که سیده عایشه محبوبه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، همسر گران قدر ایشون، مرتکب علیاذ بالله فعل فاحشه شده و امام زمان در آخر زمان میاد حد شرعی بر او جاری میکنه. اینم در بهار الانوار جلد 53 صفحه 14 و جلد 22 صفحه 24 ذکر شده. اما مهدی ما اهل سنت که میاد نه کسی رو شلاق میزنه نه کسی رو به حد شرعی میزنه، با مرده هم کاری نداره، بلکه میاد تا عدل رو برپا بکنه، نه اینکه جنایت بکنه و کشت و کشتار بکنه. نکته چهارم این که اعراب رو میکشه. چون امام زمان شیعه دشمنی سختی با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و با عرب ها داره، اولین جنایتی که مرتکب میشه همه عرب ها رو از دم تیغ میگذرانه که در جلد 54 صفحه 349 این روایت رو آوردن. و جالب اینه که امین امام زمان اینا کسرا رو، آخرین پادشاه مجوسی رو، این رو وارد بهشت میکنه. در کتابهاشون اومده که خسرو پرویز یا همون پادشاه مجوسیا به خاطر دلایل نامعلومی که حالا ذکر نکردن از دوزخ نجات پیدا میکنه و وارد بهشت میشه. اما مهدی ما اهل سنت عرب و عجم براش فرقی نداره، بلکه میاد تا زمین رو پر از عدل و داد بکنه. اختلاف بعدی که بین مهدی شیعه و مهدی اهل سنت وجود دارد، ولادت مهدی شیعه غیر طبیعی است. طبق روایت هایی که در کتاب هاشون داره میگن که مهدی اینا از ران به دنیا میاد و ولادتش هم خیلی غیر طبیعی است. یعنی مادرش، حالا چند تا مادر داره، اینو انشالله در قسمت های بعدی صحبت خواهیم کرد که این مجهول الهویه براش 10 مادر درست کردن و
پدرش هم معلوم نیست که کیه، از کجا آمده و این موجود غیر طبیعی همونطور که کارهای غیر طبیعی انجام میده غیر طبیعی هم به دنیا میاد. از ران به دنیا میاد سر شب، یعنی بعد از نماز عشا. مادرش حامله نبوده، اصلا آثار حاملگی وجود نداشته، اما دمدمای صبح این مجهول الهویه به دنیا میاد و بعد از اینکه به دنیا میاد دیگه حالا میگردیم بقیه شما میبینیم که چه جنایت هایی رو مرتکب میشه در قبال مسلمان ها و انسانیت. اما مهدی اهل سنت خیلی طبیعی مثل بچه آدم به دنیا میاد و ولادتش هم طبیعی است. ششمین فرق اینه که میاد مساجد رو ویران میکنه. مهدی روافض یا مهدی که بهش اعتقاد دارن وقتی که میاد مساجد رو ویران میکنه و هر مسجدی که عزت و شرفی داشته باشه اونو خراب میکنه که این در بهارالانوار جلد 53 صفحه 338 ذکر شده. اما مهدی اهل سنت مساجد رو بزرگ میداره و به مساجد احترام میگذاره و مساجد رو خراب نمیکنه. یکی دیگر از تفاوت‌هایی که وجود داره بین مهدی شیعه و مهدی اهل سنت، قرآن جدید میاره. یعنی این قرآنی که ما مسلمان‌ها بهش اعتقاد داریم و در بین ما وجود داره، مهدی روافض یا مهدی موهومی که وجود داره در نزد اونها این قرآن اصلا قبول نداره، چون میگن این قرآن محرف، تحریف شده است. ما تعداد زیادی از آیات این قرآن که در نزد ما مسلمان ها وجود داره تحریف شده و حذف شده. تعدادی از آیات هستن کلا صحابه علیهم الله از این قرآن به دور انداختن. این رو در الغیبه نعمانی صفحه 200 ذکر میکنه. اما مهدی ما اهل سنت قرآن جدید نمیاره، بلکه تابع و پیرو همین قرآنی است که در نزد ما وجود داره. تفاوت دیگری که هست در بین این دوتا مهدی، یکی مهدی اصلی ما مسلمان ها و دیگر مهدی موهومی که روافض بهش اعتقاد دارن. مهدی شیعیان معصوم هست اما مهدی ما اهل سنت معصوم نیست. تفاوت دیگری که وجود داره امور خارق العاده و معجزه داره که در بهارالانوار جلد 53 صفحه 203 و صفحه 312 ذکر کردن. اما مهدی اهل سنت هیچ گونه امور عجیب و غریب و خارق العاده ای رو انجام نمیده. مهدی روافض که در کتاب‌های اینا ذکر شده در موردش قرآن رو نسخ میکنه و شریعت جدید میاره و جالب اینجاست که شریعت صهیونستا رو میاره، شریعت بنی اسرائیل رو میاره که حالا ما آدرس های این مسائل رو هم خدمت شما عزیزان بیان خواهیم کرد که چگونه شباهت‌های فراوانی داره با همون مهدی مزعومی که در دین یهودیا و صهیونستا بهش اعتقاد دارن. دقیقاً همون کارهایی رو که مهدی صهیونستا انجام میده، امام زمان صهیونستا انجام میده، همون کارا رو امام زمان شیعه انجام میده که در کتاب‌هاشون آوردن. اما مهدی ما اهل سنت تابع شریعت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست. 11مین تفاوت اینه که برای انتقام مبعوث میشه. در بهارالانوار جلد 52 صفحه 315 میگن که مهدی اینا برای انتقام گرفتن میاد، اما مهدی ما اهل سنت، مهدی ما مسلمانان انتقام نمیگیره، بلکه مانند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رحمت برای مردم جهان هست و برای برپایی عدل و عدالت و ایمان و تقوا و صفا و صمیمیت در بین انسان ها میاد. شاید عده‌ای حالا بیان اینجا بگن که خب امکان نداره که عدالت بدون کشت و کشتار، امکان نداره که عدالت بدون گردن زدن و بدون خونریزی برپا بشه. ببینید رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در طول 23 سال عمر مبارکشون تعداد کسانی رو که کشتن توسط نیروهای مسلمان ها، تعداد کسایی که کشته شده یعنی به مرز 500 نفر هم نمیرسه. کل این جنگ هایی که صورت گرفته اگر شما حساب بکنید تعداد کشته با اصلا با کشته های مسلمان ها و غیر مسلمان ها همه را جمع بکنیم به 1000 نفر نمیرسه در 23 سال. در حالی که میبینیم آمریکای جنایتکار با یک بمب اتم در ناکازاکی و با یک بمب در هیروشیما صدها هزار نفر رو میکشه.
اینکه کشتار زیاد، خونریزی زیاد، این عادت کفار و خوناشامان و جنایتکاران است. اختلاف دیگری که وجود داره در کتب شیعه بهش اشاره شده که امام و پسر امام و وصی و پسر وصی است که در بهار الانوار جلد 51 صفحه 34 ذکر شده. اما ما به این عقیده هستیم که نه امام هست و نه وصی هست. البته امام به معنای اون امامتی که در مذهب باطل شیعه وجود داره. اما اگر امام به معنی پیشوا، به معنای راهنما باشه، ما به این عقیده هستیم هر انسان متقی و پرهیزگاری که علم داشته باشه، تقوا داشته باشه، میتونه امام هدایت باشه برای اطرافیانش، برای مسلمان ها. تفاوت دیگری که وجود داره، پیروانش از بنی اسرائیل هستند که در بهار الانوار صفحه 53 جلد 52 صفحه 346 ذکر شده که پیروان مهدی ساختگی روافض از بنی اسرائیل هستند. یعنی همین صهیونیست‌های جنایتکار، چون تطابق فراوانی وجود داره بین صفاتی که در مهدی روافض و در امام زمان در نزد صهیونیست‌ها وجود داره، تا این ظهور میکنه و این جنایت ها رو انجام میده. وقتی اونو نگاه میکنن به کتاباشون و به گفته های آخوندهایی که در اسرائیل وجود داره، میبینن که این همین کارهایی رو داره انجام میده که اون مسیح دجال اونا میخواد انجام بده. پس چیکار میکنن؟ میان ازش پیروی میکنن. اما مهدی ما اهل سنت پیروانش از کیا هستن؟ از مسلمانان واقعی. تفاوت دیگری که وجود داره اینه که دوران کودکیش رو در زیرزمین میگذرانه، اما مهدی ما اهل سنت دوران کودکیش رو مثل فرزند انسان عادی در خانه کنار پدر مادرش سپری میکنه. و اینکه دوران کودکیش رو در زیرزمین میگذرانه در بهار الانوار جلد 51 صفحه 24 ذکر شده. همچنین در تفاوت 15 که وجود داره اینه که بیعتی برگردن اون نیست، بلکه مردم میان باش بیعت میکنن. اما ما بر این عقیده هستیم که او بیعتی برگردن داره که همون بیعت با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و طبق شریعت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. تفاوت بعدی که وجود داره، میگن که شهادت با او معادل 2 شهادت است در بهار الانوار جلد 53 صفحه 136. اما ما اهل سنت میگیم که شهادت با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی یک شهادت محسوب بشه، چطور امکان داره که شهادت با مهدی 2 شهادت محسوب بشه؟ بلکه شهادت با او معادل با شهادت اجر یک شهادت هست و این دروغ‌هایی است که روافض ساختن. 17 این که پیروانش از بنی اسرائیل هستند که اینو ذکر کردیم. و تفاوت دیگری که وجود داره اینه که مسیح دجال شیعه میگن که دجال رو میکشه. روایت هایی در این مورد دارن که بیشتر به فیلم های هالیوودی میمونه در جلد 53 صفحه 376. اما مهدی اهل سنت که هست دجال رو نمیکشه، بلکه کسی که دجال رو میکشه طبق روایات ما عیسی علیه السلام است که در زمان ظهور مهدی موعود، مهدی اصلی، مهدی واقعی که پیامبر صلی الله علیه و آله بهش بشارت دادن، میاد و چیکار میکنه؟ دجال رو میکشه. اولین کسی که با او بیعت میکند جبرئیل در شکل یک پرنده است. اینا در بهار الانوار آوردن جلد 52 صفحه 386 که در یک از کتاب‌های مملو از خرافات اونا هست. اما در باره مهدی اهل سنت هیچ روایتی وجود نداره که جبرئیل با او بیعت میکنه. 20مین تفاوت اینه که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم از پیروان اوست. یعنی توهین رو به این اندازه رساندن که میگن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یکی از پیروان مهدی است. در بهار الانوار جلد 52 صفحه 348 این روایت رو آوردن. اما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم طبق روایات ما از او تبعیت نمیکنه، بلکه او از پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیروی و تبعیت میکنه. تفاوت دیگری که وجود داره، مردان را میکشد و شکم زنان حامله رو پاره میکند. این جنایتکار جنگی، این انسان ظالم و خوناشام امام زمان اینا چیکار میکنه؟ مردا رو میکشه و شکم زنان حامله رو
پاره میکنه و جنین اونا رو در میاره که در بهارالانوار جلد 52 صفحه 389 این روایت اومده. اما مهدی امام مسلمانان از این جنایت ها و از این جرایم جنگی و ضد بشریت و ضد انسانیت بدور است. خب دوستان عزیز و گرامی، با هم یک میان برنامه میبینیم که این میان برنامه ما هم در مورد مهدی است، مرتبط با مهدی، البته نه مهدی واقعی ما مسلمانان، بلکه امام زمان ساختگی و خیالی روافض. با همین میان برنامه رو میبینیم و دوباره در خدمت شما سروران گرامی با برنامه بتشکن خواهیم بود. جمکران. چون مرکزی برای فساد است جمکران، بازار دین کننده کساد است جمکران. چون یک بت بزرگ شده نصب روی دین، طغیان و بت پرستی عاد است جمکران. چاهیست کنده اند در راه مستقیم، جمع کران رسیده و شاد است جمکران. در خاک قم به خواب کسی آمد و به ظلم، شیطان به دست خیش نهاده است جمکران. چیز ندیده را ز چه دیده است توی خواب، طفل نزاده را ز چه زاده است جمکران. شد زخم جسم چرکی مذهب ز کفر و شرک، شاید علاج درد و زماد است جمکران. چیز ندیده را ز چه دیده است توی خواب، طفل نزاده را ز چه زاده است جمکران. شرک است دین حاکم تاریخ و لاجرم، ضد خدا و پر ز عناد است جمکران. چون این بت بزرگ در آنجا شده است نصب، هشدار بدترین بلاد است جمکران. چون این بت بزرگ در آنجا شده است نصب، هشدار بدترین بلاد است جمکران. فکر بهایت شده پیدا از این طریق، بدتر از این به دهر نزاده است جمکران. گر مسجد الحرام شود خالی و خراب، آن روز شوم خرم و شاد است جمکران. گر مسجد الحرام شود خالی و خراب، آن روز شوم خرم و شاد است جمکران. از این هلال شیعه به اسلام رخنه هاست، هرچند یک شعار و نماد است جمکران. مانند قبر و گنبد و فریاد روزه ها، وزر و وبال روز معاد است جمکران. مانند قبر و گنبد و فریاد روزه ها، وزر و وبال روز معاد است جمکران. صدها هزار زائر و هل من مزید او، چون دوزخی سیاه گشاد است جمکران. مانند قبر و گنبد و فریاد روزه ها، وزر و وبال روز معاد است جمکران. صدها هزار زائر و هل من مزید او، چون دوزخی سیاه گشاد است جمکران. خون شد دل حسین ز آخوند و فکر او، خون شد دل حسین ز آخوند و فکر او، بدتر ز ظلم ابن زیاد است جمکران. این وهم شد عمود خرافات شیعه ها، این شرک را نمود و نماد است جمکران. آتشکده خراب شد و قبرها درست، این مظهر نبود سواد است جمکران. این وهم شد عمود خرافات شیعه ها، این شرک را نمود و نماد است جمکران. آتشکده خراب شد و قبرها درست، این مظهر نبود سواد است جمکران. زنها قدیم نظر معابد شدند و حال، چون مرکزی برای فساد است جمکران. زنها قدیم نظر معابد شدند و حال، چون مرکزی برای فساد است جمکران. توحید ما خراب شده در هوای جهل، بر بید شرک وحشت باد است جمکران.
توحید ما خراب شده در هوای جهل، بر بید شرک وحشت باد است جمکران. چون مرکزی برای فساد است جمکران، بازار دین کننده کساد است جمکران. چون یک بت بزرگ شده نصب روی دین، طغیان و بت پرستی عاد است جمکران. بله بینندگان عزیز و گرامی، با سلامی دوباره خدمت شما عزیزان میپردازیم به ادامه برنامه بتشکن و تفاوت‌هایی که بین امام زمان جنایتکار و ساختگی روافض و مهدی موعود و حقیقی اهل سنت وجود داره. تفاوت بعدی اینه که مادرش معلوم و معروف نیست. یه روایتی میگن که نمیدونم فلان جا جنگ شده بوده، مادر امام زمان رو کنیز گرفتن و بعدن آوردن کوفه و خلاصه داستان عجیب و غریب سینمایی درست کردن که در النجم الثاقب صفحه 135 این روایت رو ذکر کرده. اما مهدی ما اهل سنت مادرش معروف است، یک مادر عفیفه و شریفه و پاک دامن خواهد داشت، چون این سنت الهی در مورد انبیا و اولیاء الله هست. حمل و ولادت او در یک روز بوده است. در النجم الثاقب صفحه 144 میگن در یک روز مادرش هم حامله شده و در همون روز این عجوبه رو به دنیا آورده. اما مهدی اهل سنت که حمل و ولادتش شکل طبیعی خواهد بود مانند بقیه خانم ها. از پهلو حامله می شود و از راه رحم بیرون نمیاد. این مهدی روافض هست که بهارالانوار جلد 51 صفحه 36 و در روایت های دیگه میگن که در ران حامله میشه، یعنی به جای اینکه در شکم به شکل طبیعی مادرش حامله بشه، از ران حامله میشه، از اونجا به دنیا میاد. اما مهدی ما اهل سنت مثل بقیه فرزندان بنی آدم از طریق رحم به دنیا میان. و در روایت دیگری که ذکر کردم، حالا این سندش هم با هم ببینیم، که از میان ران به دنیا میاد برخلاف سایر زنان. در بهارالانوار جلد 51 صفحه 26 این مطلب ذکر شده، اما مهدی اهل سنت از راه طبیعی به دنیا میاد. روایت دیگری که وجود داره، در روز هفتم کتاب‌های ابراهیم و نوح و ادریس و صالح و هود و داوود و موسی و عیسی و قرآن را میخوانه که در بهارالانوار جلد 51 صفحه 27. اینم یکی از شباهت ها، یعنی بین امام زمان ساختگی روافض و مسیح دجال صهیونیست‌ها هست که اگر این انسان مسلمان و مؤمن و متقی باشه مثل مهدی اهل سنت، چه کاری به کتاب‌های ابراهیم و نوح و ادریس و صالح و هود داره؟ کتاب‌ها و مذاهبی که الله سبحانه و تعالی با قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اونا را منسوخ کرده. اما مهدی اهل سنت چیزایی از این قبیل نداره، بلکه میاد و با حکم قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. در مورد مهدی روافض میگن که جز مادرش کسی به او شیر نداده است که در بهارالانوار جلد 51 صفحه 14 ذکر شده، بلکه ما میگیم که از مادر شیر میخوره و ممکن است که از زنان دیگر هم شیر بخوره، مثل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که به منطقه بنی سعد در دوران شیرخوارگی رفتن و در اونجا حلیمه سعدیه بهشون شیر داد و شاید هم شیر مادرش اصلا نخورده باشه. این ایرادی و اشکالی در این نیست. میگن که در 40 روزگی راه میرفت. بهارالانوار جلد 51 صفحه 30. ما میگیم که نخیر، مهدی اهل سنت از این کار خارق العاده انجام نمیده و خیلی طبیعی راه میره. شما تصور بکنید یه بچه 40 روزی پاشه و راه بره. در مطلب 29 اومده که 182 تا نام دارد. النجم الثاقب صفحه 266. ببینید دروغ هر کی میاد بهش یک شاخ و برگی میده. یک اومده گفته اسمش خسرو مجوس است. شما رو به خدا تصور بکنید اسم امام زمانی که شما این همه داد و بیداد را میندازید و سر و صدا میکنید و ازش حاجات میخواهید و اینا، یکی از اسمایی که کسانی که مذهب رافضه رو ساختن، یکی از اسمایی رو که برای این موجود خیالی درست کردن، خسرو مجوس، یعنی پادشاه مجوسی ها، آتش پرستا. یک لحظه تأمل بکنید، فکر بکنید که چه دستهای پنهانی وجود داره که این مصلح بزرگ
و این انسانی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو اونو بشارت دادن به اومدنش چه ربطی داره به مجوسیت و به آتش پرستی که یکی از اسمشو میگن که خسرو مجوس هست. و چون دروغه هر که اومده براش یه اسمی ساخته. اما ما اهل سنت میگیم که مهدی ما فقط یک اسم داره. اسمش چیه؟ محمد ابن عبدالله، طوری که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اشاره فرمودن. اما کلمه مهدی اسم نیست، بلکه این به معنی این است که هدایت کننده، هدایت دهنده. تفاوت دیگری که وجود داره، نام بردنش حلال نیست و کسی که خود را به اسامی او بنامد ملعون است. از یک طرف این همه اسم براش گذاشتن و از طرف دیگه میگن هر کیم که اسم ببره و اسمش رو خودش بذاره این که ملعون، کافره. اولین روایتی که نشون دادیم، اولین مطلب این بود که کافره. اینجا میگه که ملعونه. جلد 51 صفحه 33 بهارالانوار. ما اهل سنت میگیم که شما میتونید روز 1000 مرتبه اسم مهدی رو ببرید، محمد ابن عبدالله بگید، اشکالی هم نداره. شما این نکته خیلی مهمه، توجه بکنید. فرزندانتون رو جمع بکنید، پدر و مادر شیعه مذهب که این خرافات رو سالهاست به خورد شما دادن، فرزندانتون رو دور خودتون جمع بکنید، یا یه 30-40 نفر انسان عاقل جمع بشید، بعد روایت کتاب خودتون رو بخونید. روایت کتاب شما چی میگه؟ کنیزی بوده، توی جنگ اسیر شده بوده، بعد این کنیز رو آوردن در بازار برده فروشی. خدا میدونه که این کنیز همسر کی بوده، خواهر کی بوده، مادر کی بوده، چی کاره بوده، کافر بوده، مسلمان بوده، زناکار بوده یا صالحه بوده، اینا هیچ معلوم نیست. توی جنگی بین کفار و مسلمان ها. حالا جالب اینو بدونید که در اینا میگن که این خلفایی که بودن، بنی عباس و بنی امیه و خلفای راشد، اینا همه جنایتکار بودن، اینا همه مرتد بودن، منافق بودن. بعد در زمان امام حسن عسکری جنگی رخ میده بین مسلمان ها و بین کفار. تعدادی از کفار اسیر میشن. از بین اسرا یک زنی هست که حالا میگن نرگس خاتون بوده، ریحان خاتون بوده و شخصیت های مختلفی وجود داره. حالا بگیم همون نرگس خاتون. این نرگس خاتون رو میارن خلاصه تو بازار برده فروشی میخوان بفروشن. خب امام حسن عسکری میره این کنیز رو میخره، بعد با این کنیز وصلت میکنه و این کنیز از رانش امام زمان متولد میشه. در کتاب الغیبه نعمانی صفحه 166 و در بقیه کتاب هم این مورد رو ذکر کردن، حتی در بهارالانوار هم هست. این روایت رو وقتی گفتید برای فرزندانتون، بیایید در کنارش روایتی که ما مسلمانان روایت میکنیم اینم بیان بکنید. ما میگیم که حضرت مهدی محمد ابن عبدالله، این مصلح بزرگ، وقتی در آخر زمان به دنیا میاد، دنیا رو پر از عدل و داد میکنه، از نسل فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها است. از فرزندان حسن ابن علی رضی الله عنهما هست. این دو تا روایت رو کنار هم بذارید، بعد ببینید تفاوت بین ما و تفاوت بین شما، تفاوت بین علمای ما و تفاوت بین علمای شما، تفاوت بین حقیقت و تفاوت بین دروغ. خجالت نمیکشن باقر مجلسی و نعمانی و جزایری و کلینی شما که مادر مصلح بزرگ مهدی موعود، کسی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بشارت اومدنش دادن، بر اون مادری میتراشن، کنیز، برده، اسیر جنگی، معلوم نیست که در جوانی چی کاره بوده، چی کار میکرده. اما طبق روایت های صحیحی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده، مهدی ما، مهدی مسلمانان، مهدی واقعی فرزند کیه؟ فرزند فاطمه، پاره تن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. فرزند کیه؟ فرزند حسن ابن علی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد او میفرمایند که این فرزند من سید است، آغاست. فرزند کی؟ فرزند سید شباب اهل الجنه.
ببینید فرق به قول شاعر، ببین که تفاوت ره ز کجا تا به کجاست. تفاوت راه باطل که هدفش توهین، هدفش اهانت، هدفش خار و ذلیل شمردن اسلام و مسلمانان و اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. تفاوت دیگری که وجود داره، میگن که 309 سال حکومت میکنه که در الغیبه طوسی صفحه 474 آورده. حالا اگر که وارد این باب حکومت هایی بشیم که در مورد امام زمان روایت کردن در کتاباشون، عجایب و غرایب میبینید. یک روایت میگه که 1000 سال حکومت میکنه، بعد حضرت علی دوباره زنده میشه، برمیگرده نمیدونم 4000 سال حکومت میکنه، و یکی میاد 1000 سال حکومت میکنه، و یکی میاد نمیدونم 40000 سال حکومت میکنه، یکی میاد 50000 سال حکومت میکنه، همه به 1000. اما مهدی اهل سنت که طبق روایاتی که حالا وجود داره که صحت و سقمش هم معلوم نیست، 7 سال حکومت میکنه. ما وقتی گاهی اوقات به بعضی از روایت ها به دیده شک می نگریم و علمای اهل سنت در موردش حرفایی دارن، به خاطر اینه که ما طبق یک ضوابط و شروطی روایت ها رو قبول می کنیم، طبق ضوابط و شروطی که علمای علم حدیث ساختن تا مثل مذهب شیعه نشه مذهب اهل سنت که هر کسی بیاد هر خرافاتی رو به نام حدیث و روایت به خورد مردم بده. ملائکه پیرو او هستن. این که دروغ هایی است که در کتاباشون آوردن. جلد 52 صفحه 326 بهار الانوار. ما میگیم که نخیر، ملائکه پیرو اون نیستن، بلکه ملائکه و مهدی و پیروان مهدی حقیقی، همه اینا پیرو قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن. جالب اینه که در بهار الانوار جلد 53 صفحه 93 در اونجا میگن که وقتی مهدی، همون مهدی ساختگی خودشون یعنی امام زمانشون، میاد و ظهور میکنه، مرده ها از قبر زنده میشن. من نمیدونم موقع مجلسی فیلم های هالیوودی نبوده در اون موقع که بگیم آره این از فیلم های وحشتناک آمریکایی درست کردن این روایت ها رو، اصلا خواب دیده، خواب وحشتناکی دیده، بعد پا شده این روایت رو نوشته که مرده ها بلند میشن، قبرها شکافته میشه. این حالا تصور بکنید این اسکلت های مرده ها از قبرها بیان بیرون، بعد این به تن اینا گوشت و پوست و همه چیزا دوباره برگرده، بعد اینا شمشیر به دست بگیرن و با همون سر و وضع وحشتناک داره خون از سر و روی اینا میچکه، حمله بکنن به جان شما، به خانه و زندگی مردم بیفتن، مردم رو قتل عام بکنن. این روایت رو در بهار الانوار جلد 53 صفحه 93 آوردن که مرده ها از قبر زنده میشن و راه میفتن به دنبال امام زمان و از ایشون حمایت میکنن. حالا ما نمیدونیم مرد کم بوده در اون دوران، شیعه کم بوده که امام زمان مجبور بشه که از مرده ها کمک بخواد و مرده هم از قبر زنده بشن و پشتش راه بیفتن. و ما اهل سنت میگیم که نخیر، از این اشتباهات نمیکنه و مرده اصلا پیرو اون نیستن. کسی که مرد تمام از این دنیا رفته و در برزخ منتظر روز قیامت است که در اونجا مسیر هر انسان مشخص بشه. تفاوت بعدی اینه که در زمان امام زمان کسانی که در مشرق هستن از مغرب دیده میشوند. بهار الانوار جلد 53 صفحه جلد 52 صفحه 391 میگه که در زمان او کسانی که در مشرق هستن از مغرب دیده میشوند. یعنی روایت رو دیده بودید، چشمان تلسکوپی امام زمان که از این طرف اون طرف رو نگاه میکنه، از آسمان زمین و از زمین نگاه میکنه، داخل بهشت رو میبینه. این امام زمان چشم چران اینا که هیچ چیز از او پوشیده نیست. اما ما میگیم که نخیر، پیروانش چنین معجزه‌ای ندارن و نه مهدی موعود این چنین معجزه هایی داره. مردی در زمانی او زندگی میکند به طوری که 1000 پسر به دنیا میآورد. سبحان الله. الغیبه طوسی صفحه 468 1000 تا پسر. حالا نمیدونم که این تعصب پسر و دختری از کجا بوده که فقط چرا 1000 تا پسر به دنیا میاد. حالا این 1000 تا پسر، مردایی که در اون زمان 1000 تا، در روایت های دیگه دارن که حضرت علی نمیدونم 4000 پسر به دنیا میاره و فلان امام 2000 پسر به دنیا میاره و نمیدونم فلان میشه. این همه پسرایی که به دنیا میان اینا با کی ازدواج میکنن؟ حالا چرا دختر به دنیا نمیارن؟ چرا فقط پسر به دنیا میارن؟
اما مهدی اهل سنت ما میگیم که چنین نیست و از این خزعبلات وجود نداره. مهدی اینا شاید شنیده باشید، ما در خردسالی میگفتن که اگر دیدید آدمی رو دیدید که سایه نداشت، این آدم جن هست، شیطان هست. حالا جالبه که امام زمان اینا سایه نداره. بهارالانوار جلد 52 صفحه 322 در اینجا میگن که امام زمان سایه نداره، اما مهدی ما اهل سنت مثل بچه آدم سایه داره. تفاوت بعدی، ترس او را یاری می کند. غیبه نعمانی صفحه 339. ما میگیم که نخیر، ترس او را یاری نمی کند. انسانی که رحمت باشه برای انسانها، شفقت باشه برای انسانها، احتیاجی به ترس نداره. به حکم آل داوود حکم می کند، یعنی به حکم صهیونستا، بنی اسرائیل، به حکم کفار حکم میکنه. وقتی ما میگیم که این امام زمانی که بهش اعتقاد دارید مسلمان نیست، جنایتکار هست، ظالم هست، کافر هست، مشرک هست، منافق هست، به خاطر همین دلایلی که در کتابهای خودتون وجود داره. الغیبه نعمانی صفحه 329 میگه که به حکم آل داوود حکم میکند. ما چی میگیم؟ مثلا من روایت گذشته، با خودتون بشینید فکر بکنید. ما میگیم که مهدی ما مسلمانان به حکم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حکم میکنه. بزرگان شما میگن که مهدی موهوم شما، امام زمان خیالی شما، به حکم آل داوود. حکم آل داوود کی؟ یعنی حکم بنی اسرائیل، یعنی حکم صهیونیستایی که امروز فلسطین رو اشغال کردن حکم میکنه. کدومش به اسلام، به عقل، به منطق، به واقعیت نزدیک تره؟ ناراحت نشید، نگید چرا توهین میکنید به امام زمان ما. ما توهین نمی کنیم به امام زمانتون. کسانی که توهین کردن به این موجود مبارک، به مهدی موعود، مهدی اصلی و حقیقی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بشارت دادن اومدنشو، همین زنادقه و کفاری هستن که به نام تشیع، به نام دین، به نام مذهب این کتاب‌های پر از کفر و شرک و خرافات رو نوشتن. کسانی که این اصول کافی و بهارالانوار و نمیدونم الغیبه نعمانی و این کتاب ها رو نوشتن، برید یقه اونا رو بگیرید، برید یقه علماتون رو بگیرید که چرا این کتاب ها رو میخونن و این خزعبلات رو به خورد شما میدن. تفاوت بعدی که وجود داره اینه که مانعین زکات رو میکشد. سبحان الله، این جالبه. بعضی ابوبکر رضی الله تعالی عنه ایراد میگیرن که چرا مانعین زکات رو کشته، اما مهدی شیعه میاد مانعین زکات رو میکشه، اما هیچ روایتی در نزد اهل سنت وجود نداره که ایشون مانعین زکات رو بکشه. علم زیادتری از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دارد. النجم الثاقب صفحه 293. اینم یکی از روش هایی است که توهین میکنن به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و علم ائمه رو، علم مهدی رو، علم علی رو، علم بقیه رو از پیامبر صلی الله علیه و سلم بالاتر میدانن. حتی مقام اونا رو میگن مقام امامت بالاتر از مقام نبوت هست. ما 10 کلیپ تو این شبکه پخش کردیم و شما عزیزان دیدید. النجم الثاقب صفحه 293. علم مهدی یا امام زمان ساختگیشون از پیامبر صلی الله علیه و سلم بیشتره، در حالی که ما چی میگیم؟ میگیم نخیر، ایشون تابع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، علمش هم از علم پیامبر صلی الله علیه و سلم بالاتر نیست و شریعت جدیدی هم نداره، بلکه تابع و پیرو شریعت سیدنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. تفاوت بعدی، عیسی به یاری او میآید. روایت کردن کاملا برعکس، یعنی روایت های اهل سنت رو گرفتن و اینو برعکس کردن. این عادتشونه. همیشه اگر نگاه بکنید به کتاب های اینا، ببینید که روایات اهل سنت رو میگیرن برعکسش میکنن. عیسی به یاری او میآید، در بهارالانوار جلد 51 صفحه 94 اومده، در حالی که ما چی میگیم؟ میگیم نخیر، عیسی به یاری او نمیآید، بلکه او پیرو عیسی علیه السلام است. یکی از جالبترین صفاتی رو که نسبت میدن به امام زمانشون ترسو بودنه. ببینید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مکه مکرمه با وجود همه مشکلات، با وجود همه سختی‌ها، با وجود همه دشمنی‌ها،
قیام میکنه، از کسی نمیترسه، نمیره توی سردابی پنهان بشه، نمیاد غیبت بره، از دید مردم غایب بشه. اما این امام ترسو بزدل اینا چیکار میکنه؟ فرار میکنه، میره توی سردابی. الان هم 1400 و دقیقاً 1300 خورده‌ای گذشته و تا هنوزم از ترس نمیاد بیرون. بهار الانوار جلد 52 صفحه 90. و در روایت های دیگری که در کتب اینا ذکر شده اومده که گفتن چرا امام زمان نمیاد بیرون؟ میگن از ترس. اما مهدی ما اهل سنت شجاع است، مانند جدش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و از کسی نمیترسه. میگن که در بهار الانوار جلد 51 صفحه 144 آوردن که قبل از خلقت مردم خلق شده است. اما ما چی میگیم؟ میگیم قبل از خلقت مردم خلق نشده هست، بلکه در آخر زمان به دنیا میاد. تفاوت بعدی میگن که ولادتش سری هست، بهار الانوار جلد 51 صفحه 139. اما ما میگیم که نخیر، ولادتش آشکارا هست و سری و پنهانی نیست. تفاوت بعدی که وجود داره بین مهدی حقیقی و واقعی ما مسلمانان و امام زمان ساختگی و خیالی روافض، میگن که جبرئیل میاد دستش را میبوسد، بهار الانوار جلد 53 صفحه 8. اما ما میگیم نخیر، از این کارا انجام نمیگیره. عیسی وزیر او است، اینو در یوم الخلاص صفحه 344 آوردن. اما ما میگیم نخیر، او پیرو عیسی علیه السلام هست، چون عیسی علیه السلام برای استحکام شریعت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میاد. خضر در جلوی او را میرود، یوم الخلاص صفحه 332. ما میگیم که خضر در جلوی او را نمیرود. روایت بعدی 8 ماه مسلمانان را میکشد. این صهیونیست جنایتکار آدمکش خونخوار 8 ماه مسلمانان را میکشه، با کفار کاری نداره، چون کفار طوری که گفتیم در روایات قبلی که ذکر شد، بنی اسرائیل، صهیونیستا، یهودیا پیروانش هستن، میان باش همدست میشن. چیکار میکنن؟ 8 ماه مسلمانان را میکشن. بهار الانوار جلد 53 صفحه 347. اما مهدی ما اهل سنت، مهدی ما مسلمانان چیکار میکنه؟ مسلمانان رو نمیکشه، بلکه طبق فرموده رسول اکرم و قرآن کریم قبل از ایشون که میگه که محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، با مسلمان ها رحمدل و مهربان هست و در مقابل کفار سختگیر و خشن. مردم را میبیند در حالی که آنها او را نمیبینند. الغیبه نعمانی صفحه 181. اما میگیم مردم را میبیند و آنها نیز او را میبینند. یعنی اصلا چرا همیشه باید این کارهای غیر طبیعی و خارق العاده رو اینا میان به خورد مردم میدن تا مردم رو در اوهام و در افکار و در خیالات بذارن. 51مین تفاوت اینه که سخن گفتن در مورد او صحیح نیست. حق نداری در مورد چگونگی ولادتش، نمیدونم اسم و رسمش اینا سخن بگید. اما میگیم نخیر، خیلی روایاتی که در موردش در کتاب‌های ما وجود داره، ما راحت میتونیم در مورد اونا صحبت بکنیم. نواب او وقتی به کف دستش مینگرند حکم آن مسئله را میدانند. یوم الخلاص صفحه 382. ما میگیم که نخیر، مهدی واقعی پیروانش این چیزای عجیب و غریب رو انجام نمیدهند. خب بینندگان عزیز و گرامی، این بود یک سری از تفاوت‌ها و اختلافاتی که بین مهدی واقعی و حقیقی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح که در اول برنامه ذکر کردیم میفرمایند که اگر یک روز هم از دنیا بمونه، الله سبحانه و تعالی مردی رو میفرسته از اهل بیت من که اسمش اسم من است و اسم پدرش مانند اسم پدر من هست و دنیا رو پر از عدل و داد میکنه بعد از اینکه دنیا پر از ظلم و جور شده. این مهدی واقعی و حقیقی است که ما مسلمانان بهش اعتقاد داریم. اما این صفاتی رو که ما ذکر کردیم و ادامه اونو در برنامه بعدی انشاءالله خدمت شما عزیزان بیان میکنیم، اینا صفاتی است که در کتاب‌های روافض در مورد مهدی
خیالی که خودشون ساختن در کنار اون مهدی حقیقی ذکر شده و تفاوت‌های فراوانی وجود داره که ما تعدادی از این تفاوت‌ها رو آوردیم که فرصت نشد که تو این برنامه همه اونا رو مطرح بکنیم. انشالله در برنامه بعدی ادامه این تفاوت‌ها رو خدمت شما عزیزان بیان خواهیم کرد که مهدی اصلی و حقیقی با امام زمان ساختگی خیالی صهیونیست خوناشام جنایتکار که مسلمان‌ها رو قتل عام میکنه، شکم زنان حامله رو پاره میکنه، مردا رو میکشه و بنی اسرائیل ازش طرفداری میکنن و اکثریت طرفدارانش از بنی اسرائیل هستن رو خدمت شما عزیزان انشالله در برنامه بعدی بیان خواهیم کرد. تا فرصت دیگر و تا قسمت دیگری از برنامه بتشکن، امیدوارم که تک تک شما عزیزان بتشکنانی باشید که در راه اعلای کلمت الله، در راه پیروزی اسلام و مسلمانان و در راه یاری رساندن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و نشر فرهنگ قرآن کریم بت‌های هوا و هوس و شرک و بدعت و کفر رو بشکنید. با چی؟ با اعتقاد راسخ به لا اله الا الله محمد رسول الله. تا فرصت دیگر، الله یار و نگهدارتان باد. سلام الله علیکم و رحمته و برکاته.